من خود تحقیر نیستم. ایران ثروتمند، منابع داره، معادن داره، ایرانی توانمنده، یک عالمه ایرانی تو کشورهای مختلف هستن که نشون دادن چقدر توانمندن. اینجا هم داریم تواناییشون رو نشون میدن، از کشورهای دیگه میان میبرنشون. پس این خود تحقیری نیست. ما ملت محقری نیستیم که حقیر زندگی کنیم. چون تواناییشو داریم، چون منابعش رو داریم، شاکیم از این بحث. من راجع به اقتصاد چی میتونم بگم؟ اقتصادی که من زنده توش زیر خط فقرم، ولی اگر دیمو بذارم تو بانک سود ماهیانش بالای خط فقره. یعنی مرده من از زنده من خوشبخت‌تره. من مستاجرم و دارم اجاره میدم مبلغی رو که وقتی من محصل بودم بابام باهاش خونه خرید. من ماهی یه خونه دارم اجاره میدم. اوضاع یک جوریه که به شکل مستقیم همه جای شهر رو که نگاه کنید مستقیما تبلیغ تن فروشیه. ولی نگران نکنید خودتون. راجع به اون چیزی که شما فکر می‌کنید حرف نمیزنن. راجع به فروش قرنیه حرف میزنن، کلیه حرف میزنن، کبد، مغز استخوان. ولی نگاه کنید سنا رو که اکثرا بازه 20 الی 27 سالن، جوونن. دستور دادن که تو تبلیغات تلویزیونی مرغ نشون ندید. مردم میبینن دلشون میخواد. انگار یه تعدادی آدم هستن که به این اعتقاد دارن که نگهداری از آدم گرسنه راحت تره، چون رویایی نداره، توقعی نداره. ولی نمیدونن که آدم گرسنه وقتی شب نمیتونه از گرسنگی بخوابه تا صبح به رویاهاش فکر میکنه. یکی از همین مسئولین چند وقت پیش فرمودن که ما نفت رو مفت میفروشیم، بنزین رو گرون میخریم و ارزون دود میکنیم میریزیم تو حلق ملت. از نظر ایشون اشکالی نداره که ما تحریمیم و مجبوریم نفت رو ارزون بفروشیم. از نظر ایشون اشکالی نداره که ارز ما یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهانه و مجبوریم بنزین رو گرون بخریم. از نظر ایشون مسئله‌ای نیستش که بنزین بی‌کیفیت رو میریزیم تو خودرو بی‌کیفیت و دود می‌کنیم میریم تو حلق ملت. از نظر ایشون فقط یک مسئله اینجا بود که ما به ازای همه اینها پول کافی از ما نمیگیرن. من خود تحقیر نیستم. ما ملت محقری نیستیم که حقیر زندگی کنیم. چون تواناییشو داریم، چون منابعش رو داریم، شاکیم از این بحث.